بازم یه قوقا از شرکت اپل در صنعت الکترونیکی داریم. فناوری زیبا، سخت افزاری قوی و خوش‌دست مثل مدل‌های قبلی. سلام رفقا، امروز اومدم راجع به آیفون 16 باهاتون صحبت کنم و بگیم که آیا ارزش خرید، کارایی‌ها، خوبی‌هاش، بدی‌هاش و حتی توانستن برطرف کردن نیازهامون براتون توی ویدیو توضیح بدم که دیگه سوالی باقی نمونه. لایکو بزن بریم سراغ ویدیو. بخش طراحی. اول از همه باید بگم که این آیفون 16 ما به صورت 4 مدل به بازار میاد: معمولی، پلاس، پرو و پرو مکس، که ما قبل از همه معمولی رو توضیح میدیم و بعد پلاس. اصلی ترین تغییری که داشته نسبت به نسل‌های دیگه‌اش حالت دوربیناشه که ضربدری بود و الان شده خطی، که دلیل اصلیش هم اسپشیال ویدیوه که اومده که شما میخوای ویدیوهایی بگیری که 2 بعدی یا 180 درجه باشه. واسه ویژن پرو این دوتا باید زیر همدیگه باشن، واسه دوربین اولترا واید که بتونه همچین ویدیوهایی رو بسازه. یه چیز جدیدی که اضافه شده توی این سری اپل وجود یه دکمه است که برای عکساش اضافه شده که خیلی عجیبه. آخه چرا؟ توی آیفون 16 و 16 پلاس یه اکشن باتنی هم اضافه شده که میتونید گوشیتون تو حالت سایلنت و طرفی که باش حال نمی‌کنید رو میوت بکنید. خب دیگه صحبت از آیفون 16 معمولی و 16 پلاس بسه. بریم سراغ قول‌ها توی این سری. توی این سری تغییر زیادی نداشتیم. دوربین که همونه، دکمه کپچر اضافی شد ولی صفحه نمایش بزرگتر شده. آیفون 16 پرو از 6.1 شده 6.28 و آیفون 16 پرو مکس از 6.7 قراره بشه 6.76. و نکته اینجاست که آیفون 16 پرو مکس تفاوت چندانی از لحاظ ابعاد با 15 پرو مکس نداره. بگذاریم اینم بگم که بدنه 16 پرو مکس و 16 پرو تیتانیوم هستش و 16 پلاس و معمولی آلومینیوم هستش و گفته شده که آیفون 16 قرار از لحاظ عملکرد باتری و قدرت تقویت بشه و دلیلشون رو بهتون میگم. ولی شایعی که هستش و میگن کل دوربینای آیفون قراره بشه 48 مگاپیکسل که با این تفاوت‌ها 100% عکس‌های اولترا وایت بهتری خواهیم داشت و اون تفاوتی که تو کیفیت 1x و نیم x رو نخواهیم داشت و اینا تو 4 نسخه هست. ولی تو نسخه‌های اصل پرو مکس و پرو زومی که بهتون میده قراره به جای 77 میلیمتر قراره بشه 300 میلیمتر. پرام، این یعنی بیشترین زوم. بریم سراغ پردازنده هامون که قراره پردازنده i17 تو نسخه های معمولی و پلاس داشته باشیم و در نسخه های پرو مکس و پرو قراره پردازنده i18 پرو داشته بشه و سیستم خنک کننده بهتر و قوی تری داریم، چون قراره یه لایه بزرگتر فلز روی باتری داشته باشیم که حرارت رو میگیره، که اپل با این کارش حتی دل گیمرهای موبایلی رو شاد کرده و به دست آورده. حالا کجاشو دیدی؟ توی این گوشی از وای فای 7 استفاده شده. حالا وای فای 7 یعنی چی؟ یعنی 400 گیگابایت سرعت انتقال. یعنی سرعت جابجایی فایلتون مثل حرکت کردن آب توی رود میمونه. چون مثالی زدم. البته از بابت اینترنت که چی دارم میگم، آخه برای اینترنت ایران وای فای 1 هم حتی کافیه، چه برسه به وای فای 7. در کل نمیخوام حالتون رو بگیرم و وای فای 7 میاد رو نسخه‌های اصلی و وای فای 6 میاد تو نسخه‌های معمولی. شرکت اپل گفتی که قراره کیفیت میکروفون ها هم افزایش پیدا کنه و دلیلش هم ارتباط شخصی با سیری، همون هوش مصنوعی موبایله، که اینم گفتن هوش مصنوعی جی پی 2 رو میخوان بنشونن روش و این کار لازمش یک میکروفون قویه که قراره انجام بده. دوستان امیدوارم که این محتوا براتون جذاب بوده باشه و من تونسته باشم جایی تو دلتون برای خودم باز کرده باشم. چنلمو ساب کن، لایک کن و کامنت بذار که کدوم تغییرات از نظر شما اضافی بوده و نباید گذاشته می شده. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.